ابو یحیای حمانی میگه سمعت ابا حنیفه یقول رأیت رؤیا افزعت. یک خواب دیدم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن یک خواب دیدم مرا ترساند. رأیت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت البصره. یک خواب دیدم، ترسیدم از آن خواب. خواب بینم در آن خواب قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو میگفتم. خواب ظاهرا خوابی بد است. یهودها چند مراتبه کوشش کردند که جسدی مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو از مدینه از قبرشون تونل کافته آمده او در زمانه نورالدین زنکی تا اینکه دزدیده روند جسد را. الله تعالی به زمین حرام گردانید که جسد پیغمبرها را بخورد. جسد پیغمبرها چقدر که روزی که وفات کرده همین خیلی تر و تازه خوشبوی می ایستد. جسد پیغمبرها ویران نمیشه. اینا بری میخواستن دزدی کنن. قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو کافته آمدن از دوری. خلاصه امام ابو حنیفه خواب میبینن که قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو کافته ایستادن. اصلا قبر رو کافتن اجازت نیست، حرام است. مگرم در حالتهای ضرورت اینا به فتوای علما کافته میشد. اصلا حرام است. قبر کسی رو کافتن حرام است. ممکن نیست. و قبر کردن که انسان واجب است، حتمی است که باید انسان قبر شد. وقتی قبر شد و کافتنش حرام است. خب بینم قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو کافته ایستاد. ترسیدم. پس به بصره آمدم. از کوفه به بصره آمدم. فامرت رجلا یسأل محمد ابن سیرین. یا مردی رو فرمان دادم که رفته محمد ابن سیرین رو پرسد. برای چه خودشان نپرسیدن نمیدونم. سببش رو نفهمیدیم. یک آدم فرمان دادن که رفته محمد ابن سیرین پرس که شاید از نتیجه خوابشون ترسیدن. یعنی من همین خواب دیدم اونو رفت و اگر تعبیر خواب بد باشد شرم داشتن یا از محمد ابن سیرین که عالمترین امت اسلام در علمی تعبیر خواب است. محمد ابن سیرین تابعین بزرگوار از امام ابو حنیفه کلانسال بودن. یا آدم امر کردم که رفته تعبیری همین خواب پرسد. یعنی که نگوی که این خواب امام ابو حنیفه، لیکن فقط یا آدم شاید خواب دیده است. فسأله فقال. وقتی که خواب پرسید از محمد ابن سیرین تعبیر کردن خواب امام ابو حنیفه رو که هذا رجل ینلش اخبار رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مرد خبرهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میکوبد. یعنی از بین سخنهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم معنا میبرارد. قبر را کافتن یعنی از قبر خاک میبرارد. خبری پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میکوبد، یعنی از بین حدیث ها استنباط میکند، حکم میبرارد. از یک حدیث مسئله میبرارد، معنا میبرارد. بعضی علما بودن فقط محدثی خالی بودن، حدیث حفظ میکردن، حدیث میرسوندن، لیکن از وی مسئله جدا کرده نمیتونستن. یعنی تعبیری خواب را دیدید. محمد ابن سیرین خواب امام ابو حنیفه رو تعبیری نیک کرده. گفتن که این مردک از خبرها یعنی از حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو کافته معناها میبرد، یعنی استنباط میکنه. و این را در تاریخ بغداد خطیب بغدادی که سال 392 هجری به دنیا آمده، 463 هجری از دنیا گذشته،